گروه داعش در عراق و سوریه زمان 7 میلیون نفر و 100,000 کیلومتر زمین را زیر نظارت داشت. بعدی سرکوب در این سرزمین ها دیگر قادر به جنگ وسیع مقیاس نیست، ولی با بمبگذاری ریختن خون مردم محلی را ادامه می‌دهد. داعش همچون یک سازمان تروریستی شکست نخورده است. آنها برای یک جنگ و جهاد طولانی آماده هستند. توم جوسلین از بنیاد محافظت کشورهای دموکراتی میگوید که دلیل‌ها وجود دارد که گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه حالا شریکانش در افریقا و افغانستان را فرمانفرمایی میکند که به گفته سازمان ملل حالا در تمام ولایت‌های افغانستان پهن شده‌اند. با فکر من امریکا انگیزه جهادی داعش را دستی کم گرفت. امریکا مدت‌های طولانی حلقه‌های از هم جدای گروه را نادیده می گرفت. از بس که رهبران سیاسی و نظامی نمیخواستند وقتی زیادی در این جنگ باشند، برای همین دشمن را آنگونه میدیدند که خودشان میخواستند. رئیس جمهوری سابق باراک اوباما یک زمان گروه دولت اسلامی را در سوریه و عراق بازیگر دوم درجه نامید، ولی بعداً هزاران سرباز را برای مقابله با آنها فرستاد. بعداً دونالد ترامپ که 2 دفعه خواست نیروهای آمریکا را از سوریه بیرون کشد، سربازان را به اینجا پس فرستاد تا در جنگ بر ضد داعش به کردها کمک کنند. با کاهش نیروهای آمریکا در عراق و سوریه هم نقش ائتلاف بین المللی در جنگ با داعش کم شد. مأموریت ائتلاف بسیار کاهش یافت. در 24 ماه گذشته نیروهای آمریکا را در آنجا 66% کم کردند. عین زمان 2500 سرباز آمریکا در عراق به نیروهای عراقی و کردی که با نام پیشمرگه معروفند کمک میکنند. تقریباً 1000 سرباز آمریکایی در سوریه به نیروهای دموکراتی سوریه در محو باقیمانده‌های داعش و محافظت زیربنیادهای مهم یاری میرسانند. مایلز کاگینز به حیث سخنگوی ائتلاف جهانی ضد داعش کار کرده است. او میگوید در آن محل‌های سوریه که سربازان آمریکایی هستند، داعش جای پا ندارد و حمله‌های کلان انجام دادن نمیتواند. برعکس در جایهایی که حکومت سوریه در دست دارد، نقاط مقاومت و فعالیت‌های تروریستی داعش در بیابان بدیه ادامه دارد. این یک علامت آن است که حضور ما، کمک ناچیزی ما از جمله حضور چند صد سرباز نتیجه مهم می‌دهد. یکی از مشکلات تشویش‌آور حل ناشده پس از شکست دولت اسلامی، لشکر بزرگ جنگجویان و عائله‌های آنها در زندان‌های سرشار از محبوسان است. داعش حالا به قبل خلافت در قفس شده است. بیشتر از 10,000 جنگجوی داعش در دست نیروهای دموکراتی سوریه در شرق کشور زندانی هستند. در این زندان‌ها جنگجویان از 60 کشور نگه داشته می‌شوند و رزمندگان محلی رو به عراق و جامعه جهانی آوردند که برخی از آنها را به وطنشان برگردانند که این زندان‌ها به محل نشأ و نمای نسل نو جنگجویان تبدیل نیابند.